کریم شیره‌ای برای اینکه جلوی ناصرالدین شاه درباریان و رجال را دست نیندازد از آنها حق و حساب می‌گرفت که به اصطلاح می‌گفتند خر کریم را باید نعل کنیم. یکی از رجال سلیمان خان رئیس عید ساوج بلاغ که جدش را به علت تندخویی زهرمار خان می‌گفتند از طرف ناصرالدین شاه لقب صاحب اختیار گرفت. کریم هرچه تلاش کرد از او انعامی بگیرد موفق نشد. زیرا صاحب اختیار ذاتاً از دلقک بازی خوشش نمی آمد. روزی ناصرالدین شاه به همراه رجال و صاحب اختیار به سمت شمیرانات عازم بود. کریم هم طبق معمول جلوی آنها سوار بر خرش حرکت می کرد تا به نهری رسید. کریم هرچه کرد خرش از نهر رد نمی شد. یک بار خواهش می کرد، بار دیگر التماس می کرد، سیخونک می زد، ولی خر از جایش تکان نمی خورد. ناصرالدین شاه که نزدیک شد کریم را در آن حال دید. گفت هان کریم چه شده؟ کریم گفت قربان هر کاری می کنم از نهر رد نمی شود. شاه دستور داد به او اسبی دادم. کریم هم سوار اسب شد. بعد خطاب به خرش گفت دیدی شاه بهم اسب داد؟ نوازشت کردم رد نشدی. قولت دادم رد نشدی. حالا دیگه به خودت مربوطه. از نهر رد بشوی صاحب اختیاری، رد هم نشوی صاحب اختیاری. ناصرالدین شاه که متوجه مطلق کریم شده بود قاه قاه به خنده افتاد. روی کرد به صاحب اختیار که از فرط ناراحتی سرخ شده بود و جرأت نمی کرد به کریم چیزی بگوید و گفت معلوم می شود هنوز خر کریم را نعل نکردید. صاحب اختیار که دید حریف کریم نمی شود و لطف شاه نیز شامل کریم است، یک دندگی را کنار گذاشت و انعام شایسته‌ای به کریم داد تا دست از سرش بردارد و بالاخره او هم خر کریم را نعل کرد. امیدوارم از تماشای این حکایت راضی بوده باشید و از ما حمایت کنید و کانال خودتون حکایت خانه را سابسکرایب کنید. لایک ویدیو فراموش نشه.